خب قبول باشه جناب تاجیک. بنده هم میگم قبول باشه. امیدواریم که مشکلات همه حل بشه انشالله. مشکلات ما انواع و اقسام داره. بله. مشکلات خورده ریز کوچولو که میشه خیلی راحت رفت بشه. ما بریم اونور بشینیم شه داداش. خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم. در این دقایق بهتر است که کنار هم باشیم. خواهش میکنم. امید خان دوباره سلام. مشکلات کوچیک که خیلی راحت میتونیم حلش کنیم نمی‌کنیم. عده‌ای هستن که میتونن خیلی از مشکلات بزرگی مردم خیلی راحت حل کنن. واقعیت اینه که نمی‌کنن یا باید بهشون یادآوری کنیم. نمیدونم. و یکی مشکلات روحی. بعضیا دچار مشکلات روحی. به نظر من ویروس ها مون رو حل کنیم. تیک هایی که داریم، کارهایی که شاید ناشایسته، یه سری چیزها خیلی بده در وجود انسان نباید باشه. ما اشرف مخلوقاتیم طبق گفته خداوند. اشرف مخلوقاتیم بس باید پاک باشیم، تطهیر بشیم. آرزو میکنیم در این اولین روز، اولین افطار همه با هم
ما بینندگان عزیز همه با هم دست به دعا برداریم و بگیم خدا انشالله ما رو از شر مشکلات خلاص کنه، راحتمون کنه که بتونیم راحت تر با همدیگه تعامل داشته باشیم، چون بسیاری از مشکلات ما با همدیگه میتونیم به خاطر این نیست که ما بعضی وقت گیریم، نمیدونم چون دیر میرسیم به راننده بغلی دو تا چیز میگیم، چون اشکال داریم، چون نمیدونم مشکل تو زندگیمون داریم، عصبی هستیم، ممکنه دعوا بکنیم. شما تا حالا دعوا کردید؟ من فکر میکنم تو زندگی همه این چیزا به وجود میاد که یه ذره آدم پخته و با تجربه بشه. بهتره که آدم از اینا درس درستی بگیره. قرار نیست همه با اون دعوا همیشه باشن. تو دوران مدرسه شاید همه دعوا کنن، ولی شما که تا به حال چه میدونم بدی خیلی گنده‌ای در حق کسی نکردین مگه اتفاقی مثلا؟ خودم فکر نمی‌کنم. پس الان کسی نیست بخوای ازش حلالیت بگیری؟ پدر و مادر. ببین مثل داداش نکن، رو کن و دوربین و پدر مادر صحبت کن همین الان. خب پدر مادر اول برنامه ازشون سپاسگزاری کردم، بازم مستقیم با خودشون صحبت. از دور دستاشون رو میگیرم و واقعا میفشارم، امیدوارم که بتونم زحماتشون رو یه روزی جبران کنم. خدا ان شاءالله خواهرتون هم براتون نگه داره. ان شاءالله ایشون ازدواج کردن و فرزند دارن دیگه. پس شما الان یه جورایی دایی هستین. بله خدا رو شکر به همین. چند تا دایی هستین؟ دو تا 4 تا دایی هستین. خب خدا ان شاءالله حفظتون کنه. اگر اجازه بدین این 2 دقیقه آخر برنامه رو منم کمی صحبت کنم با بینندگان عزیز. من خیلی خوشحالم بعد از مدت ها اومدم به تلویزیون و این برنامه رو شروع کردیم. خب شب اول یه خورده به هم ریخته بودیم، امشب یه خورده بهتر شدیم، باز هم بهتر خواهیم شد. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و در کنار این همه لطف که به هر حال سازمان در حقمون کرده و استودیوی به ما داده، یه خواهشایی هم داریم. این وقت ما رو یکم ازش نزنین، اگر نمیخواین وقتمون رو زیاد کنین وقتمون رو نزنین، یه خورده بذارین که بیشتر صحبت کنین. این سوالامون میمونه، حرفامون میمونه، پلیبک هامون میمونه، موسیقیایی که تهیه کردیم میمونه، زحمت کشیده شده برای اینا. اگه انشالله مدیران همکاری کنن یه مقدار وقت برنامه رو زیاد کنن، به قول همه یه خورده وقت برنامه‌اش رو زیاد کنن، ما خیلی خوشحال میشیم. خب کلام آخر رو اول از شما، منتها خیلی کوتاه از شما میشنویم، بعد از شما بچه‌م خداحافظ. حضور گرم شما رو ما هم مغتنم میشمریم، انشالله که بازم بیشتر ببینیمتون در برنامه‌های متنوع‌تر و از مردم عزیز تشکر میکنم که برنامه‌های خوب رو ممیزی میکنن و نگاه میکنن. درک ادراک انسان‌های فرهیخته هم میشه شامل حال بوده و هست، به امید روزهای خوب. متشکرم. ماجرا شما باعث افتخار بود که در کنار شما برنامه‌ای ضبط شد در تاریخ روزگار من و ثبت شد و ممنون از همه دستاندرکاران، تصویربرداران که تو این گرما واقعا لطف کردن. ممنون از لطف شما. حالا مثل که یواش یواش داره سیستم چیزم راه میفته، سیستم تهویه‌مون ان شاءالله فردا عرق هم نمی‌کنیم. خب جناب تاجیک این ناقابله. فقط بسیار بسیار با ارزشه. ان شاءالله که به عنوان یادگاری فقط شهر باران و اسم برنامه برش. خب این هم اشاره به شهرمون هست، هم اشاره به ماه هست. شهر معنی با ماه میده. امیدوارم که این هدیه ناقابل رو از این برنامه داشته باشید. یه جایی بالاخره یه موقع دیدی بالاخره کار دیگه نبودیم با این یادمون کنیم دیگه. انشالله که تنتون سالم باشه. در صورت همه رفتنی هستیم، دنیای ماندگاری نیست، برای هیچ کی وفا نکرده، ولی انشالله که با خوبی بریم. الهی آمین. ازمون خوبی بمونه. همه شما عزیزان بیننده رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا که باز با برنامه دیگر شهر بارانی دیگه در خدمتتون باشیم. التماس دعا، خدا نگهدارتون. سزاوار زیباترین رحمتی تو این سال عجیب و غریب، تو تا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه، من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتیم، که مهمونی آشکوی شده، تو این لحظه هایی که هم صحبتیم، من از عشق بارون به دریا
مثال عجیب و غریب، دوتا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این صفحه ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه. دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتیم، چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتیم، چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض